خب سلام به همه کوکوهای طلا، خوش اومدید به ایدون ویدیوی دیگه. آقا امروز اومدیم بریم ام پی 40 و ام پی کبرا رو مکس کنیم و بدون تلاسفه بریم سراغ ویدیو. خب آقا نگاه بکن، ما این اکانتو میبینی، این قبلا اکانت ما بود که من اومدم به دلیل مشکلات مالی و اینا فروختیمش. بعد این متین تستر ما، سعی بشناسید، آفیسرمون هم هست. و این که ما امپی روی اکانتو لول 6 برده بودیم، بعد الان میخوایم بریم مکسش کنیم تا بقیه سوزشون میگیره ها کاکو. و اینکه آقا میبینید شرط نوری بده، ببخشید من بار هزارم میگم، جوجو رینگ لایت خورده. حالا یا برم ببینم میشه یا تعمیر کرد، که شد تعمیر کنیم، حالا ببینیم هزینه‌اش هم چقدر بشه. اگرم که دیدیم نمیصرفه یا کلا نمیشه که یه رینگ لایت جدید بخریم. متین اومده بوده از همین آفره چیز کرده بوده، اومده بوده همین باکس خریده بوده. جوجو چی کار میکنی؟ جوجو باکس گان خریده بوده. اینجا که میبینیم 40 تا خریده، ولی مثل که 50 تا هم عقب داشته. خب دیگه ما اینجا 90 تا باکسشو داریم. حالا چقدر توکن میخوایم تا ای ام پی 40 ببریم مکسش کنیم؟ میدونم باید میرفتم ایوکان دیگه، بیخیال. اول که ایو بگیر دست دلقک، بعد ایو که بزنی آپگرید. چقدر میخواد؟ الان سر 39 تا جمعن داره. چقدر میخواد؟ 460 تا، که 100% من میگم میده. 461 کی میخواد؟ من میگم تو 90 تا باکس 100% میده. حالا بریم ببینیم. خب نگاه، الان تو ام پی کبرا ایسا الان هیچ من میتونه، الان 90 تا او توکنای عمومی هست. خب بریم ببینیم این 90 تا چقدر میشه. این 700 تا میشه یا نه؟ 600 تا که نمیده حداقل، ولی 500 تا رو میده. من 461 نه، ولی 500 تا رو 500 تا 100% بهمون میده. با نام و یاد خدا فعلا یه 5 تایی شروع میکنیم، ببینیم چند تا میده. او تو 5 تا 25 تا داد. خوب گرفت والا. 5 و 6 به بالا، 5 به بالا کلا خوبه. زیر 5 واقعا خوب نیست. 5 تا دیگه 26 تا میاگین 5 تا. حالا یه 10 تایی میزنیم. باخت دیگه اینا باخته مشتی، میدونی. فعلا 20 تا باکس باز کردیم، بهمون 96 تا داده. خوبه 96 تا. هنوز چقدر میخوای؟ هنوز یه 370 تا 60 تا اینا. حالا یه 15 تایی باز میکنیم. خب 70 تقسیم بر 15 میشه 4.5. اینا بازم باخت دادی. بابا تو چقدر سیاهی متین. حاجی فکر کن تو 90 تا 460 رو نگیری. متین فوشو میده، میگه دیگه نمیارم تو اکانت، سیاهی میاری. او 58 تا دیده نه یکی زیر 4 تا گرفت. حاجی بدبخت شدیم، نکنه بهش نده بدبخت. حاجی به خدا یعنی چی؟ حاجی داره بهش نمیده. بسم الله الرحمن الرحیم. فری فایر بیا با هم دوست باشیم. بابا چرا سیاهی قد؟ وایس ببینیم چقدر دیگه میخواد. یا حضرت عباس یا قمر بنی هاشم، چقدر دیگه میخواد؟ وای 100 تا دیگه میخواد. 95 تا دیگه میخواد. حالا 95. متین ماهانه داری؟ متین تو چقدر بدبختی، ماهانه هم نداری. آقا بدبخت شدیم که تو 90 تا ما گفتیم 100% بین 500 تا جیزت داریم. دقیقه چی بهش نداد بابا. 48 تا رو بیا بکن برو تو دهن خودت بیادم. چیکار 50 تا دیگه میخواد؟ من حالا آفر که از او 11 روز دیگه آفر است. آقا متین ببین، ما چند تا دیگه میخوایم، بیا با هم صحبت کنیم. آقا متین ما الان چقدر دیگه میخوایم؟ بیا ام پی ناکن. ما الان 47 تا دیگه میخوایم. خب 47 تا رو توی 15 تا باکس 100% بهت میده. تو 15 تا باکس یعنی چی؟ یعنی اینا یه 15 تا یه 15 هر کدومو عشقت کشید میخری. حالا من چون خیلی دوستت دارم، خب میگم این 70% رو میزنی، اینو میخری چون 70% دیگه. خب
خواستی اکانتت ندی دست من مج. خب برای یه 5 رفرش 15 تا باکس رو بیار تو را به قرآن. او 40 تا توکن آورده بود ولی 7 تاش کم میومد باز. بیا بزن. آقا 7 تا توکن کم میاره بنده خدا. و این 40 تاشو 400 تا حساب کنی 15 تا باکس چقدر بعد حساب کنه 15 تا باکس نمیدونم آقا. پس 15 تا باکس ببینیم برای اون میاره 15 تا باکس. اینا 90 تا 20 تا جم کلا میخواد. کلا 20 تا جم میخواد تا راحت ام پیشو ببره لول مکس کنه دیگه. خب 20 تا جم. حالا اگر این 90% بود نه 90% هم این 90% می بود از 600 میشد 60 ها. یعنی 5% اینقدر تاثیر داره. آره دیگه 5% هم اینقدر تاثیر داره. اگر 90% میخورد راحت با 60 تا میخرید. عشق میکرد. ای ولاجی 20 تا جم کم داره. اینید بس بریم واسه متین یه 110 تا بزنیم. خب آقا شما هم اگه دوست دارین برنده 110 جم با آیدی بشید حتما کانال حسین رو دنبال کنید. زیرش هم کامنت بذارید یه لایک هم بزنید که دیگه ممنونت میشه. اگه دارین این ویدیو از یوتیوب میبینید سابسکرایب و کامنت انگلیسی فراموش نشید تا 110 جم بزنید بر بدن رو دیگه. آره خب آقا ما یه 110 تا واسه یه آقا متین زدیم. متین دستم بعدا بوست کنی. ایزی دوست عزیز 90% میشه 119 تا دیگه. جم دیگه وجود نداره داداش. همینی که هست. خدا تم باشه 90% تا هر کار میخوای دیگه بار بکن. ما کارمونه که بسم الله الرحمن الرحیم 5 تا باز بکنیم. حالا فکر کن بهمون نده 47 تا رو. 5 تای اول میانگین 5 تا عالی. 5 تای دوم میانگین 4 تا. 5 تای آخرم میانگین 5 تا خوبه. بریم دیگه مکس کنیم. به MP مکس یعنی آره دیگه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. خب نه من نمیکنم. اگر میخواید که ویدیو مکس کردنشو ببینید لایک های ویدیو رو به 3 میلیارد دلار بده. چه ربطی به دلار داره؟ دیگه تمومه دیگه داداش. یه شات مشتی هم میگیری. به مکس شد. یعنی MP مکس وقتی یه MP مکسه یعنی تو وقتی یه MP مکس رو داشته باشی MPت مکس. میفهمی چی میگم؟ اینو بیا بذار به جای تموم شد دوستان دیگه. بریم یه ترینینگ متین مستر 2. یا خدا متین تو چه حوصله‌ای داری. مستر 2 داداش پشمام چقدر حوصله. میشه یه ذره تو ویدیو باشی لطفا. یه ترینینگ بریم. آره دیگه. خب به به MP دوستان. واقعا به این MP. اوف یعنی واقعا اگر اوف میشد گان میشد MP. جدی میگم. یعنی واقعا والا اومدیم بریم 2 تا کیل بزنیم. اومدیم تو اصلا. بله 18 تا از دو. بچه ها MP قدرت ویژش که میرید لول 6 یه که از پشت اگر دمیج بدید یعنی تیر بزنید بیشتر دمیج میده. آخه بیشور مگه من کار به تو دارم؟ بذار الان بیام سرویست کنم. یعنی واقعا MP آجی. وایسا خالی نکن. آفرین
کارت منطقی بود داداش. خب یکی داره من اپوش میزنه، تو میای منو میزنی؟ معلومه خب کینگ کیلی بیشور. ایزی بابا، کینگ کیل نمیشه. بابا تو را به قرآن کی داره من از کجا میزنه همش؟ ها؟ یه 2 تا دیگه بهم بده من پاشم برم. فوش میدم به خدا. او 2 تا راحت خورد. اوه چه چیتیه ای بابا. شین بینم بابا عرب دلغک. ای خدا، خود تو میای اینجا کیلخوری چیه کنی؟ بعد میگن چرا به عربا حرف میزنم. من عربای عربستانی میگم دوستان. خب وگرنه که عربای ایرانی که عربای ایرانی که عشقن. خب در همه جا بد و خوب هستا، نه که عربای ایرانی همه خوب باشن، ولی دیگه به هر حال میدونی کاکو. آن بی اینجا تو بی اینجا. نه تو بی اینجا. من الان میام سرویست میکنم، یعنی تو سب بده الان من میام سرویست میکنم تو رو. این هم همش تو ووکونگه این افغانستانیا. برو بابا. بمیر دیگه، هدت خوردی. بذار 11 تا کیل بزنم بعد برم دوستان. آقا بذار من نفر آخر میخوام اون ردکسی که همیشه ما رو میزنه رو بزنم. وایس آقا. خب نزن. اون ردکسه ایه. نه این نبود. آقا اون ردکسه رو من پیدا کنم بزنمش. یه بمیر بابا، نزنش دیگه. بیا منو بزن. فشاری. بزنیم این ردکسه کدوم ایما بفهمیم. آها این شد. تموم. بک بده. تموم شد دوستان. یه مورد از این ویدیو مثل این ویدیو رو دیدید. آقا لاک یادتون نره ما اومدیم MP مکس کردیم. ما خیلی خفنیم. به ما میگن خفن مثل کفن. و آره دیگه. و دیگه خدا حافظ همگی. من یه قدر میکنم.